بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، به قسمت 4 ماینکرافت هاردکور. ببخشید بچه ها، توی 2 قسمت قبل ما صدامون کلا نبود و فقط میتونستین شما ببینید که چه کارهایی انجام میدیم و این مشکل رو درست کردم و کلا صدا حذف شده بود از روی ویدیو. به خاطر همین این مشکل رو درست کردم و بزنید بریم که ویدیو رو شروع کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چنل ما رو به دوستاتون معرفی کنید. بزنید بریم ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. خیلی خب بچه، ما تو قسمت های قبل، حالا صدام نبوده، خودم هم متوجه نشدم، بعدا موقع ادیت ویدیو فهمیدم. اما توی قسمت قبل ما رفتیم دایمند ماین کردیم، خودمونو دایمندی حدوداً کردیم و من رفتم آف کامرا یکم دایمند ماین کردم، چون فورچن 3 هم داشتم. دوباره داره میاد. چون فورچن 3 هم داشتم، من فکر کنم 6 تا دایمند بود ماین کردم، 17 تا بهم داد، خیلی هم خوب بود. الان میریم که این با این 17 تا دایمند خودمونو کلن فول دایمند بکنیم و بریم کلن سر اصل موضوع این قسمت. اول یه دونه هلمت میسازیم، این هلمت آیرانی رو دیگه در میاریم، میندازیم دور، دیگه به دردمون نمیخوره. البته شاید هم ننداختیم، یادگاری نگه میداریم. یه دونه بوتان رو میندازیم دور، تو بدیم به ای. نمی پوشتش، نمی پوشم اصلا. خیلی خوب، الان وای اینو خوب شد نیافتاد پایین. مزیداری بزنیم. وای 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 وای. همینجا بهتره. خیلی خوب بچه ها، اینجا چی میفروشه؟ چیزی به درد بخور نمیفروشه. خیلی خوب بچه ها، الان ما فول دایمند که هستیم، فقط من رفتم یکم چوب جمع کردم تا به اینا بفروشیم. الان وسایلای دایمندیمون هم درست کنیم. یه دونه شمشیر فقط نداریم، همین. با یه دونه پیککس دیگه هم میخوایم، چون پیککس سیلک تاچ میخوایم. اینا هم میذاریم فعلا اینجا، اینا هم میندازیمش همینجا، به دردمون نمیخوره. خیلی خوب، الان فعلا بریم. غذا ما کم داریم و چیز خیلی نداریم. الان فعلا بذارید من دستمو درست بکنم. الان که فعلا پیککسمون سیلک تاچه، میگم ببخشید فورچنه، و ما XP خیلی نداریم که بخوایم این همه انچنت بندازیم. و توی قسمت قبل من گفتم که خیلی حرف خاصی هم نزدم، فقط گفتم که مثلا چیه؟ گفتم که میرم انچنت ها رو سعی میکنم جمع کنم و یه مشتی هم جمع کردم. مثلا این فکر کنم لوتینگ میفروخت، نه این فورچن 3 هست که تو قسمت قبل داشتیمش، اینا هنوز. این چند تایی اضافه شدن. این آمبریکینگ 3 هست که خیلی به کارمون میاد دیگه. این فکر کنم لوتینگ، نه فایر اسپکت. یه لوتینگ هم گیرمون اومد، کدومش بود دیگه. این اسمایت آیویه که خیلی خوبه. اینم این لوتینگ 2 که 2 تاش بخریم میتونیم بندازیم رو شمشیرمون. الان بریم به اینا چوب بفروشیم، یه لوتینگ همین اول کاری بندازیم رو شمشیرمون، بتونیم شمشیرمون رو چی بکنیم. امیدوارم برسه. نه متاسفانه نرسید که بخوایم 2 تا لوتینگ بخریم. به خاطر همین موضوع الان یکم استیک داریم، بفروشیم به این یکی. خب همونه، بفروشیم به این یکی. اینو الان ما 18 تا امرالد داریم که فقط میتونیم یه دونه لوتینگ بخریم. کدومش بود؟
این آمریکینگ، این اسمایت، مندینگ هم تازه گیرم اومد، خیلی خوب بود. این لوتینگه. الان یکی میتونیم بخریم، الان یه دونه لوتینگ 2 داریم، یکی دیگه هم بخریم میتونیم شمشیرمون لوتینگ دار بکنیم. و این فکر کنم بود، این مندینگ میفروخت بهمون، قیمتش هم 14 تا امرال، خیلی خوبه. که الان فعلا باید بریم چوب جمع کنیم سریعتر. یکم دستم اینجا خالی بکنم که اصلا جا نداره. این الان ما میریم یک کمی چی جمع میکنیم، چوب. این مثلا بردارم، من بلاک تبدیلشون کنم چون واقعا به مس نیاز دارم. فعلا هرچی میخوام همش مس دارم جمع میکنم، مس از آیرن دارم بیشتر جمع میکنم. البته آیرن هم دیگه نمیخوام، چون حالا میخوایم، نه اینکه نمیخوایم، مثلا انجیلمون داره میشکنه. خیلی خوب، الان ما بریم یکم چوب جمع کنیم سریعتر برگردیم. افیشنسی هم یه دونه 2 گیرم اومد، اما نگهش نداشتم چون میدونستم افیشنسی 5 گیرم میاد، اما فعلا که هنوز گیرم نیومده. مندینگ و آمبریکینگ و اسمایت و لوتینگ فعلا گیرم مونده، که اسمایت رو من همیشه میزنم رو عکسم، یعنی تبرم، و من کلا شارپنس روی چی میزنم، این چی اسمش، سوردم میزنم. الان ما اینجا رو بکنیم سریعتر، یکم چوب گیرمون بیاد، دوباره بریم ترید بکنیم، یه لوتینگ دیگه بخریم. و بچه امروز من میخوام کلن چی بکنم، کلن بشینم چی اسمش ترید بکنم و قصد چی ندارم، و قصدی که کار خاصی انجام بدیم نداریم. و احتمال زیاد هم توی قسمت بعد میریم برای اندر دراگون، اما فعلا معلوم نیست، شاید هم نریم چون انچنتامون هنوز کامل نیست و ما برای اندر دراگون باید انچنتامون کامل باشه و این هم اولین هاردکوری هست که نه بچه من پشیمون شدم. از نظر من نمیریم اندر دراگون رو سلاخی کنیم، میریم فعلا الان که نه، توی اپیزود بعد احتمال زیاد میریم ندرایتی بشیم و گلدم میخوایم که از ندر راحت میتونیم به دست بیاریم. میریم ندرایتی بشیم، بعد فول انچنت احتمالا این قسمت امکان داره بشیم، بعدش میریم ندرایتی میشیم، بعد از ندرایتی هم دیگه میریم الایترا، چون این اولین هاردکوریه که من دارم بازی میکنم، یعنی ادامه هنوز داشته، یعنی خراب نشده، خوبه، فعلا خوب داریم ادامه میدیم. به خاطر همین نمیخوام به سریعی تموم بشه و نمیرم سراغ الایترا، به خاطر همین میرم همون هاردکور قدیمی مونم. چی نشد، نمردیم، چی شدیم، کلن مپش پرید، به خاطر همین فعلا دوست ندارم این هاردکور خیلی سریع تموم بشه و به خاطر همین فعلا تصمیم ندارم که برم دنبال الایترا، چون تو الایترا حالا اندر دراگون هم ما فرض کنیم که کشتیم، بازم توی خود انسیتی حالا شالکرا هم خیلی دمیج نمیزنن، اما ممکنه بیفتیم تو وید و اینا. به خاطر همین یکم من چون اولین هاردکورمه دوست ندارم به این سری، مثلا حداقل یه 10 اپیزودی 20 اپیزودی بگذره. حالا 10-20 اپیزود که نیست، اینطوری نیست، ما یعنی شاید اپیزود 5 و 6 بریم، شاید 2 اپیزود فقط برای انچنتمنت هامون باشه، یه اپیزود فقط برای چی باشه، برای ندرایتی کردن، و اپیزود بعدیاش دیگه شاید فقط بریم، مثلا دوست دارم یه اپیزود فقط کامل، یه اپیزود بسازم که فقط چی باشه، فقط بتونیم فقط دنبال چی اسمش الان تو ذهنم نیست،
و بچه من یه چالش گذاشتم که اون چالش هم اینه که ما باید به هر لایک که نه لایک خب معلومه میخوره، اما هر کامنتی که شما بذارین، هر کامنتی هر چی که بگین، حتی یه کلمه سلام هم که بگین، هر یه کامنت که بگید چی میشه، من چی میکنم، یه دونه ندرایت اینگاد رو ور میدارم و با نیم تک اسم شماها رو روی اون میزنم. میگم با نیم تک چیه، توی انویل اسمشو عوض میکنم این ندرایت اینگادو و اسمشو میذارم اسم چیزی که تو کامنت اسمتون تو کامنتی که دادینو میذارم. و این چالشی است که اگه شما کامنت بذارین این اتفاق میفته، اگه نذارین که هیچ اتفاقی نمیفته. و یه دونه ندرایتینگ هم هر ویدیویی ما هر ویدیویی که گرفتیم یه 4 تا ندرایت اینگاد چی میکنیم، هر ویدیو مثلا قسمت بعدی اگه ندرایتی شدیم برای اون 4 تا ندرایت اینگاد و اسم بچه های کامنتی که گذاشتن میذاریم. فکر کنم فهمیدین منظورم چیه. الان اون مقدار زیادی میخوام سریعتر چوب جمع بکنم که بریم با ویلیجرات ترید کنیم و ندرایتی بشیم و الایترا و اینا به دست بیاریم که وقت فارم و بیلدامونو فارما و بیلد ساختن و فارم ساختن کم کم شروع بشه، چون این فارم و بیلد و اینا من معمولا تو موقعی که ندرایتی شدم یه تجهیزاتی گرفتم و شروع میکنم. اینم همینطور هیچ فرقی با مپای دیگه هم نمیکنه. و بچه ها اگر دوست داشتین که مپ مارتین کرافت روایت هاردکورش رو میتونم براتون چی بذارم، میتونم براتون چی اسمش بررسی مپ مارتین کرافت رو بذارم براتون. اگه دوست دارین که مپ مارتین کرافت رو براتون بذارم که بتونین بررسیش کنیم، حتما این لایک های این ویدیو رو به 200 برسونید و کامنت بذارین بگین مارتین که من بتونم مپ مارتین کرافت رو روی بدراک برای شما بررسی کنم. الان من دیگه چوب کندن دیگه همتون دیدین، اینا رو میکنم. ویدیو هم دیگه اینجاهاش استوب. البته درختان هم تموم شد، هیچی ولش کنم تو. الان میریم ادامه بدیم. اینم بکنم. خیلی خوب. الان به نظرم که چوب زیادی گرفتیم. به نظرم که نه، مطمئنم چوب زیادی گرفتیم. خوبه. 3-4 استک چوب داریم. الان بریم اینا رو که استیک بکنم خیلی میشه. و یه شبم که بخوابیم تریدشون دوباره باز میشن. الان اون یه دونه هم که قفل بود دوباره باز شده. الان میریم سریعتر چی میکنیم؟ اون رو درست میکنیم. و بزنیم بریم الان اون رو درست بکنیم. خیلی خوب. الان ما اومدم اینجا. الان ما یه دونه لوتینگ دیگه میخوام. این خانوس تریدش قفله، فقط همین یه دونه داریم. فکر کردم این تریدش دوباره درست میشه اما نشده مثل. الان من اولین کار که انجام میدم قبل از که همه چوبامون به استیک تبدیل کنم، باید بیام اینجا یک کمی پلنک درست کنم. من 2 تا چست درست کنیم. این چستمون هم پر شده دیگه، جا نداره. اینو بذاریمش اینجا. یکم دستمون رو اینجا خالی بکنیم که به کارمون میاد بعدن. فعلا کلا دستمون رو خالی بکنیم یه جز آهنا و اینا. اینم
همین کافیه دیگه، چیزی نمیخوام. فقط اینا هم باید چیشون بکنم، استیکشون بکنم. اینم لوتینگ 2 که الان میخوایم بریم ترکیبش بزنیم که 20 تا لول داریم. با این 20 تا امیدوارم بتونم بزنم رو سوردم. الان بریم کدومشون بودن میفروشم تا که هنوز اینا رو من به پلنکم تبدیل نکردم. اومدم میگم کدومشون. اینا رو سریعتر به پلنک تبدیل کنیم. خوبه. بیشترین درختی که چوب بهمون میده اسکروس و دارک اوکه که دوتاش هم از واندرینگ تریدرها خریدیم که خیلی خوبه. واقعا خوبه که الان راحت میتونیم چوب به دست بریم، وگرنه باید میرفتیم 3 ساعت چی میکردیم؟ 3 ساعت اوک ماین میکردیم. ماین چیه؟ اوک. چوب اوک میکندیم. الان دیگه جا نداره. کدومشون بود؟ این بود؟ هی حالا من میام سراغ این. کجا رفت؟ اینجایی. امیدوارم به اندازه امرالد بهمون بده که بتونیم چی بکنیم. یه لوتینگ دیگه ای بخریم که آره میتونیم. الان میتونیم با این چند شدن با پاور 2 پانچ 1 بگیریم. حالا ای خواستم میام میگیرم. الان امرالد کافی رو داریم. خب چوبا هم میذاریمشون اینجا، بعدن درست میشن میریم دوباره ازشون چوبا رو استیک میکنیم، چوب میفروشیم، بعدش میریم سراغ فدر فالینگ و مندینگ. الان ما اینجا امرالد دیگه نداریم، یعنی فقط همین امرالد داریم. کتابم میخوایم. الان یه دونه دیگه هم من لوتینگ بگیرم که لوتینگ فکر کنم این بود. آره یه دونه لوتینگ دیگه میگیریم میریم بالا. لولم چند بود که الان شد 21؟ هنوز ترکیبشون نکردم. الان یه دونه لوتینگ 3 میزنیم رو این، از 21 شد 12. اما الان لوتینگ 3 داریم که خیلی خوبه. تنظیم چندی هم هست که داریم رو سوردمون. اینا همونه. الان بریم یکم امتحانش بکنیم لوتینگ 3 رو. بریم چی بکشیم؟ چیزی نداریم که بخوایم بکشیم، فقط چند تا خوک بالو هست. بریم اونا رو بکشیم که وقت مرگتان فرا رسیده است ای خوکان. اگه فکر کردین میتونین فرار کنین عمرن خود در رفت. یکم باگم به خاطر این تونست بپره بیرون. تمام بده من. چقدر خوب داره میده. خیلی خوب داد. 17 تا تازه یکشونم اونجا هم بریم بکشیمشونم. بیا 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 تا هم میکشم. الان ما نمیم 6 تا 5 تا خود کشتیم. 22 تا بهمون گوش داد. واقعا خوبه. الان بریم فقط اینا رو بزنیم به تازه اینا بکشیم. 27 تا چقدر زیاد دادین یکی. باید یه فدر فالینگ بگیرم از اینجا. من میپرم یکم خطرناکه. خیلی خوب فدر فالینگ هم میتونیم بگیریم، اما 6 امرالد بیشتر نداریم. فکر کنم فدر فالینگ هم بود. نه این مندینگ سیلک تاچ اصلا شغل نداره. این اسمایت همشون هم براقاتی هستن. یکم آدم آزار میبینم. ناکبک هم میتونیم الان بندازیم. لوتینگ فقط تو موندی فکر کنم. بیا دیگه. کجا در رفت؟ نه فورتشن آقا چه به صرف شدن چرا؟ این فدر فالینگ 25 امرالد میخواد. الان من فایر اسپکت کدومش بود؟ من یادم نیست.
اسمایی تو فکر کنم این فایر اسپکت اگه بتونیم آره همینه. اگه یه دونه امرالد دیگه میخوایم تا یه فایر اسپکت یک داشته باشیم، چون دیگه غذاهای پخته میگیریم خیلی بهتره. الان ما اینا رو خود نمیتونیم بازشون کنیم. یا خدا گرون کردن، اعتصاب کردن. چرا الان من اومدم تو این بالا یه دونه فایر اسپکت کدومشون بودن؟ این بود فکر کنم. حالا که فایر اسپکت میخوام همش فدرفالی میاد جلو. افینیتی امبریکینگ هم باید بیام سریعتر بخرم، چون وسایلام یکم دیر موقع دیگه خودتون میدونی دیگه دیر میشکنه. این چیه؟ سیلک تاچه. آخه کجا این فایر اسپکت فورتشنم دیگه؟ ای بابا چرا فایر اسپکت کجا قیبش زد؟ اوه خدا، حالا باید بخوابیم. من میرم بخوابم بیام. خیلی خوب بچه ها، الان که خوابیدیم برمیگردن سر جاشون که فایر اسپکت همون آخریه بود فکر کنم این دیگه باید باشه. آره بالاخره تو رو پیدا کردم. حالا بیام این بالا اینجا اینو میزنیم رو این. خیلی خوب الان فایر اسپکت داریم که اگه به حتی یه مابم بزنیم آتیشی میشه. حالا امتحانش رو کنیم. این گربه رو الان در میره. بریم گربه رو بگیریم. گربه رو آره الان دیگه فایر اسپکت داریم. بریم یکم گوشت پخته بگیریم. البته گوشت خوک، نه گوشت گاوا. شما آزادی، من فقط با این شما هم مردین که اشکال نداره. الان فقط میخواد که الان فایر اسپکت هم داریم و فقط مندینگ و امبریکینگ مونده روی شمشیرمون با شارپنس. دیگه فکر نکنم این چندی رو شمشیر باشه. الان دوتاش که داریم، امبریکینگ و مندینگ مونده که اونم داریم. شارپنس مونده که اونو نداریم متاسفانه. با دیگه یکی دیگه هم احساس میکنم باید میبود. حالا یادم نه چی بود. حالا اگه فهمیدم چی بود، ناکبک، که ناکبک رو از نظر من نزنیم بهتره. من ناکبک رو نمیزنم. درسته حالا انچنتشو دارم اما نمیدونم بزنم یا نزنم. ناکبک یک رو دارم. بزنیم دیگه چی کارش کنم. ناکبک هم زدیم اما لولمون دیگه 0 شد. هیچی لول نداریم. باید یه اکسپی فرم سریعتر بسازیم. الان ناکبک، لوتینگ و ناکبک و لوتینگ و فایر اسپکت روی سورد ما هست که خیلی خوبه. و الان ما چند تا انچنت دیگه هم میخوایم مثل مندینگ و امبریکینگ که این دوتا از همش مهمتره. این لوتینگ بود. خب این اسمایت، این امبریکینگ 24 تا امرالد میخواد که اصلا نمیدونم چند تا امرالد داریم. اینا هم تریدشون ارزون تر شد بکنم. آره تریدشون ارزون تر شد. الان بریم چوبا رو استیک تبدیل بکنیم، بعدش اینجا بیایم بفروشیم و اینا. بعدش دیگه بتونیم بریم مندینگ و امریکین برای سوردمون بگیریم. بعد فقط شارپنس دیگه میمونه برای سوردمون که حدوداً دیگه عملاً
چی میشیم؟ فول انچنت میشه سوردمون که الان اینا رو به استیک تبدیل بکنیم. خیلی خوب، الان بیایم اینجا یکم اینا رو بهشون بفروشیم. بیاین ببینم همه اکسپیتون رو میخوام، هم امرالد. این که قفل شد دیگه. 6 تا لول داد، خوبه، خوب لول میده. اما ترید یکم که قفل بود، ترید یکم خیلی مثلا برای خرید ترید کردن متریال اینا میخواد. به خاطر همین از راه این نمیتونیم خوب ایکس بگیریم مثلا فارم اندرمن. به خاطر همین حالا وقتی رفتیم اند قطعا که فارم اندرمن رو میسازیم. حالا شاید فارم دیگه هم بسازیم مال ایکس پی. الان فعلا بریم به این دوباره چی بفروشیم. قفل شد که. خیلی خوب، الان ما مندینگ، الان ما 32 تا امرالد داریم. خب این چی میفروشه؟ آکوافینیتی. حالا آکوافینیتی هم میتونیم برای این علم تهران بگیریم، اما فعلا این که فلینگ به دردم نمیخوره. فعلا فدرفالینگ میتونیم بگیریم، به نظرتون بگیریم، یا مندینگ و آمبریکینگ. این لوتینگ، همش میام سراغ این لوتینگه. این چیه؟ این آمبریکینگ 24 تا امرالده. تا هم احتمالا مندینگ دیگه. نه فورچن سیلز تو مندینگ. خب میتونم 2 تا مندینگ بگیرم که میگیریمش و روی 2 تا چی میندازیم. یکیش پیککسمون، یکیش هم سوردمون. اما روی این پیککس فورچنمون نمیندازیم، روی این پیککس اون یکی میندازیم که سیلک تاچ قراره بشه. الان اینو بندازیم روش. 2 تا اسمی میخواد، حالا یه دونم فورچن میخواد. میگم فورچن سیلک تاچ میخواد که اینجا من از قبل خریدم. اینجا که اگه سیلک تاچ بندازیم، الان یک پیککس سیلک تاچ هم داریم. فقط افیشنسی خیلی ما نیاز داریم که نداریم. خیلی خوب، الان 2 تا لول داریم. نظرتون میشه مندینگ انداختی؟ نه 17 تا میخواد. خیلی خوب، الان من تنها کاری که میتونم بکنم یا برم تو شب ماب بکشم، یا همینطوری هی چوب جمع کنم بیام به این ویلیجرها بفروشم که اینم حالا XP بد نمیده ها، اما ماب فارمم بد نمیده. نمیدونم واقعا چی کار کنم. الان این سیلک تاچ فورچن رو میذارم کنار دیگه، چون من کلا با سیلک تاچ حال میکنم کار میکنم. الان پیککس سیلک تاچمونم کامل شده و تایم ویدیو هم یکم داره زیاد شده بچه ها. و بچه من دیگه ویدیو رو همینجا تموم میکنم و شاید یکم دیگه هم اومدم ترید بکنم، XP بگیرم و چی ترید بکنم باز با اینا و بتونم چند تا دیگه هم بگیرم، مثل پروتکشن و دیگه چیزی هم حالا مثلا سول اسپید و اینا رو که مثلا چی میگیریم. فدرفالینگ خود داریم، سول اسپید هم از پیگلینا باید بگیریم. فقط برای کفش فورست واکر هست که فورست واکر هم من نمیزنم رو بوتم، چون برای خودتون میدونی چی کار میکنم دیگه. رو آب که میریم یخ میزنه آب و فورست واکر رو کلا نمیزنم. و دیگه مال کفش خیلی دیگه
دیگه فکر نکنم برای کفش مونده. برای کلاه هم اکوافینیتی میخواد که داریم، با یه ریسپریشن میخواد. فقط ریسپریشن رو نداریم که فکر کنم ریسپریشن آخرین لولش 3 هست که من قبلا 2 رو به دست آوردم اما از لکترنو برداشتم که فقط ریسپریشن مال کلاه مونده و اکوافینیتی خود داریم دیگه. لباس ها فقط همین مونده. مندینگ آمریکینگ هم خود داریم. زره ها هم فقط این میگم زره وسایل هم فقط مال پیککس و اینا فقط افیشنسی مونده. و آمریکینگ هم خود داریم. این هم خود اسمایت میخواد که اونم داریم. باز فقط این میمونه که اینم ناکبک و فایر اسپکت و لوتینگ داره. مندینگ آمریکینگ هم خود داریم، فقط شارپنسش رو نداریم. فکر کنم جمعا یه 10-15 تا نه، یه 7-8 تا، یه 10 تا دیگه فکر کنم انچنت بخوایم تا کلا فول انچنت بشیم. بعد از اینکه فول انچنت شدیم دیگه میریم سراغ ندر و ندرایتی شدن که سریعتر خودمون رو ندرایتی بکنیم. خیلی خوب بچه، تا ویدیوی بعد خدا حافظ. و احتمال زیاد من آف کامرا میرم یک کم اینجا میگردم چیه آف کامرا دوباره همین کارا رو ادامه میدم. انچنت میگیرم و انچنت ها رو همینطور هی ادامه میدم تا یه انچنت خوبی گیرمون بیاد دیگه. این همه حالا داریم فول انچنت بشیم. امیدوارم که تا ویدیو بعدی فول انچنت بشیم. اینا بذاریم اینجا که زنگ بزنن. و الان فقط بریم بخوابیم. فعلا الان فقط بخوابیم و بعدش که بیدار شدیم ببینم ترید اونا باز شد و بعدشم دیگه الان دیگه من با شما کار ندارم و تا ویدیو بعد خداحافظ.